سلام بعد ساعتتون خوش اومدین به یه ویدیو جدید. امروز من با بازی GTA سنم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بریم که ماموریت رایدر خان. اولش باید بریم تو خونه فکر کنم. عجب خونه قشنگی زیباست. بریم میشن بعدی. پلیس فرار کرد. گو میخوری تیراندازی میکنی. تو سال شرقی به طرز عجیبی رانندگی. راجی تئوریای عجیب وجود داره. میگن این فسیل زنده پدر CJ. تئوریای عجیب. البته خب یه چیزایی هم میخوره. شاید هم باشه. کی میدونه، از کجا میدونه؟ همه چی ممکنه. ببین چیز مو میکاره. موها رو بلند میکنه به جایی که کوتاه کنه. دراز میکنه. یادم رفت ماشین میشه میادم بهتره کنم بعدش بیام که نخواد این ویدیو چرتو ببینم. اوکی برادر بسیجی بل کن دیگه. حالا شد بید. اوکی من یه پیتزا میخورم. یه کوک سالاد. مرسی. آخه تا توری جوراب و مادر بزرگی تو میکنی کلت دواغه داری کسی نشناسته. بذار من دهنه اینو سرویس کنم. آجی GTA آنلاین MTA قدیم خیلی بهتر بود. الان یکی هم اینگوری خلوت ترم شده. البته سرور راکستار MTA خیلی قبلا خوب بود. الان که رفتم یه مدت نرفتم. الان که رفتم یکم چرت شده نسبت به قدیم. الان سمپ ولی باز سرور آلفا پلی نسبتا خوبه. همه میشنا 5 دقیقه است. خب یه ماموریت دیگه هم اگه جا داره بریم. الان یه سگی زنگ میزنه حوصله تماس نداره. حاجی واقعا GTA سن اندریاس قابلیت های زیادی داره. این ماشین سویت هم بدک نیست. فقط تنها مشکلی که داره یکم ریختش بده. باید یکم دور موتورش با اینه. به والا که این ماشین میشه گفت تقریبا خوبه نسبتا.
به بقیه. ماشین بدی هم نیست ولی یکم چرت قیافش. حاجی تنظیمات بازی رو ریختم به هم، یکم گرافیکش بهتر شده. یعنی یه سری جاها یه عکاسی هایی میشه که از این ماشین. اوکی بریم نگاه. حاجی یه بنده خدایی جی تی ای یا توی 3 ساعت و خورده بنده خدا زحمت به عنوان رکورد توی 3 ساعت خورده کل جی تی ای تموم کرد. خیلی یارو حوصله داشت. ببین مراحلی مثل مراحل بنده خدا زی بود داره فکر کنم اسمش زی بود. آدم رو جر میده ولی من نمیدونم چی شد براش مغازه رو نخریدم، مراحلاشو نرفتم. اصلا نمیدونم چی شد از اون گذشتم. شاید هم میشه. Oh my God! آمده احمد دیریریریری دی میخواستم با آرپیجی بزنم. حاجی اصلا چشم این نداری. فیلم بعدی عجبا. خیلی جالبه. اصلا گرافیک تقریبا بهتر شده مال ماشین. آجی به سرم میزنه از اینجا برم. یه بار از اینجا رفتم میشن فیل شد آقا. یعنی از این میشنه خیلی بدم میاد. خیلی حوصله سربره. خب دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و ساب فراموش نشه و تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ سپارم.